سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. تا حالا به این فکر کردین که شاید بزرگترین منبع استرس و هزینه‌های اضافی و حتی اون گرد و خاک همیشگی توی خونتون یه چیزی باشه که اصلاً بهش توجه نمی‌کنید؟ بله، منظورم همون پنجره‌های قدیمیه. امروز قراره با هم ببینیم که چطور یه تغییر هوشمندانه توی همین پنجره‌ها میتونه کل فضای زندگیمون رو زیر و رو کنه. این اسم براتون آشنا نیست؟ صدای بیوقفه خیابون که نمیذاره یه لحظه تمرکز کنی، اون گرد و خاکی که انگار هیچ وقت تموم نمیشه و از همه بدتر اون قبضای انرژی که هر ماه آدم رو غافلگیر میکنن. خب شاید باورتون نشه، ولی ریشه همه این مشکلات میتونه فقط یه چیز باشه: پنجره‌های قدیمی خونتون. خب پس بیایم رو راست با اصل مشکل روبرو بشیم. میدونید اون پنجره‌های آهنی، چوبی یا حتی آلومینیومی قدیمی، آره، شاید یه حس و حال نوستالژیک داشته باشن، اما واقعیت اینه که یه عالمه هزینه پنهان با خودشون دارن. هزینه‌هایی که هم به جیبمون آسیب میزنن و هم راستش به آرامشمون. یه لحظه بهش فکر کنید. هر صدایی که از بیرون میپیچه تو خونه یعنی آرامش کمتر. هر ذره گرد و خاکی که میشینه رو وسایل یعنی ساعتها تمیزکاری بیشتر. و هر درجه گرمایی که تو زمستون از درز پنجره‌ها فرار میکنه یعنی پولی که مستقیم داره از جیب شما میره بیرون. این تازه غیر از دردسرهای زنگ زدگی و اون رنگامیزی سالانه است که انگار هیچ وقت تمومی نداره. خب دیگه به اندازه کافی از مشکلات گفتیم نه؟ حالا میرسیم به قسمت خوب ماجرا. راه حل چیه؟ خوشبختانه تکنولوژی یه جواب قطعی و خیلی هوشمندانه برامون داره. پنجره‌های UPVC. و این ببینید فقط یه تعویض ساده نیست، این یه سرمایه‌گذاریه. یه سرمایه‌گذاری برای آسایش و البته برای بالا بردن ارزش کل خونه. میدونم اسم UPVC شاید یکم فنی و پیچیده به نظر بیاد، ولی اینجوری بهش فکر کنید. انگار دارید یه سپر نامرئی برای خونتون نصب می‌کنید. یه قاب فوق‌العاده مقاوم که وقتی کنار شیشه‌های دو جدار قرار میگیره، یه سد محکم جلوی سر و صدا، گرد و غبار و هدر رفتن انرژی درست می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی کنترل کامل روی محیط خونه میاد دست خودتون. خب اینجا ممکنه بپرسید که پس آلومینیوم چی؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید آلومینیوم برای پروژه‌های خیلی بزرگ و خیلی خاص واقعاً عالیه. اما وقتی صحبت از خونه و آپارتمان ما میشه، UPVC تقریباً همیشه انتخاب هوشمندانه تریه. دلیلش هم روشنه. هم مغروم به صرفه‌تر در میاد، هم خیلی سریع‌تر تولید میشه و خب این کار رو بدون اینکه ذره‌ای از کیفیت کم بشه انجام میده. و حالا میرسیم به جذاب‌ترین بخش ماجرا. اصلا چرا این تعویض انقدر مهمه؟ چون مزایایی که داره واقعاً فراتر از تصوره و تقریباً تمام جنبه‌های زندگی تو خونه رو تحت تأثیر قرار میده. از آسایش روزمره گرفته تا ارزش اقتصادی ملک و حتی زیبایی ظاهریش. 40 دسیبل. میدونم شاید این عدد به تنهایی خیلی معنی نده، ولی اینطوری تصور کنید. این یعنی صدای گوشخراش ترافیک و بوق ماشین‌ها تبدیل میشه به یه زمزمه خیلی دور. یعنی بالاخره میتونید تو سکوت کامل کتاب بخونید یا راحت استراحت کنید. این عدد یعنی پس گرفتن آرامشی که حق شماست. حالا این اعداد رو ببینید. منفی 62 تا مثبت 81 درجه. یعنی چی؟ یعنی فرقی نمیکنه تو اوج گرمای تابستون یه شهر کویری باشید یا تو سرمای استخونسوز زمستون، این پروفیل ها آخ نمیگن. نه تغییر شکل میدن، نه ترک میخورن. این یعنی یه سرمایه گذاری برای یک عمر، نه فقط برای چند سال. و اما میرسیم به مهمترین بخش برای جیب شما. این عایق بندی فوق‌العاده معنیش اینه که دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی شما خیلی کمتر کار میکنن. اگه بخوام ساده تر بگم، قبض‌های انرژی شما به شکل چشمگیری میاد پایین. در واقع این یه سرمایه گذاریه که از همون ماه اول شروع میکنه به برگشتن. ولی صبر کنید، مزایا به همین جا ختم نمیشه. فکرش رو بکنید. دیگه خبری از نگرانی برای زنگ زدگی، پوسیدگی یا اون رنگامیزی سالانه نیست. مبلمان و فرش و خونتون از رنگ پریدگی در امان میمونن و از همه مهمتر با بالا رفتن امنیت و ارزش ملکتون یه آرامش خاطر طولانی مدت به دست میارید. خب میدونم یکی از بزرگترین نگرانی‌ها همیشه خود فرایند نصب و اون به هم ریختگی‌های بعدشه. درسته؟
اما اینجا قراره ببینیم که چطور این کار میتونه کاملاً تمیز، سریع و مهمتر از همه بدون هیچ گونه تخریبی انجام بشه. ببینید کل فرایند به شکل شگفت‌انگیزی ساده و منظمه. همه چیز از یه مشاوره اولیه و اندازه‌گیری دقیق تو محل خودتون شروع میشه، بعد میره برای ساخت سفارشی پنجره‌ها و در نهایت هم نصب تمیز و حرفه‌ای. کلاً همه چیز طوری طراحی شده که شما کمترین دغدغه رو داشته باشید. و اینجا میرسیم به بزرگترین و بهترین خبر در مورد نصب. بدون تخریب. بله، درست شنیدید. هیچ نیازی به بنایی و کثیفکاری و گرد و خاک نیست. قاب قدیمی پنجره‌تون سر جاش تو دیوار باقی میمونه و پنجره جدید خیلی هوشمندانه روی اون نصب میشه. نتیجه نهایی یه ظاهر کاملاً یک پارچه و زیبا، طوری که انگار از روز اول اونجا بوده. خب تا اینجا فهمیدیم که چه محصولی و چه فرایندی ایدئاله. حالا سوال اصلی اینه که به کی میشه اعتماد کرد؟ بیایید با هم ببینیم نشانه‌های یه مجموعه حرفه‌ای و قابل اعتماد واقعاً چیه. خب، یکی از کلیدی‌ترین نشانه‌ها تایید متخصص‌های همون حوزه است. وقتی یه معمار برجسته از کلمه‌هایی مثل قوی، حرفه‌ای و قابل اعتماد استفاده می‌کنه، معنیش اینه که شما با تیمی طرف هستید که استانداردهای فنی رو میشناسه و بهشون پایبنده و این یعنی خیال شما از نتیجه نهایی کاملا راحته. و اما نشانی دوم، توجه به جزئیات. این نقل قول به یه نکته فوق‌العاده مهم اشاره میکنه. ببینید، استحکام کلی خیلی مهمه، اما اون چیزی که کار رو بی‌نقص میکنه، زیبایی و کمال در جزئیاته. این یعنی محصول نهایی نه فقط کارآمده، بلکه از نظر ظاهری هم هیچ حرفی برای گفتن باقی نمیذاره. و در نهایت میرسیم به مهمترین نشانه، تعهد بلند مدت. یه ضمانتنامه 10 ساله فقط یه عدد روی کاغذ نیست، درسته؟ این یعنی اطمینان کامل به کیفیت محصول و خدمات. یعنی شما دارید یه سرمایه‌گذاری امن و طولانی مدت برای خونتون انجام میدید که تا 10 دهه آینده خیالتون از بابتش راحته. پس در نهایت این فقط یه سوال در مورد پنجره نیست. سوال اصلی اینه: خونه شما چقدر میتونه آرامتر، تمیزتر و کم هزینه تر باشه؟ فکر نمی کنید وقتش رسیده قابی که هر روز دنیا رو از پشتش میبینید به اندازه خود زندگی مدرن، هوشمند و زیبا باشه؟